درود به شما دوستان عزیز، سوار آموزان محترم. شروع میکنیم با درس 8 لکسیون 8. در این درس ما میخواییم چند جمله ساده کار کنیم و با فعل بیشتر آشنا بشیم. ببینیم در دروس قبلی چی آموختیم. ما ضمایر شخصی یا فاعلی رو یاد گرفتیم، فعل بودن و داشتن رو یاد گرفتیم، آرتیکل های مشخص و نامشخص نومیناتیو و آکوزاتیو رو کار کردیم و یک مکالمه ساده، البته خب همون احوال پرسی ساده رو هم کار کردیم. خیلی خوب. فعلی رو که می نویسم رو دقت بفرمایید. wohnen. خب wohnen. ببینید این، ببخشید گفتم فعل، این یک مصدر هست به معنای زندگی کردن هست. دوستان دقت کنید، این ای اینی که در انتهای این فعل هست، این ای این نشانه مصدر بودنشه. در واقع در پارسی هم همون زندگی کردن، رفتن، همون ا و حرف نون نشانه مصدر ما هست. خب پس الان مصدر رو شناختید، حالا میریم تبدیل به فعلش بکنیم، میریم صرفش بکنیم. من می نویسم ich wohne، رنگش رو عوض کنم که کار شکیل باشه. ich wohne، تمام شد. du wohnst، er sie es wohnt، wir، نگید wir، wir wohnen، ihr wohnt، sie یعنی آنها wohnen و sie محترمانه wohnen. خیلی خوب. شما به این پایانه ها دقت کنید. اگر این پایانه ها رو سریعتر یاد گرفتیم و تونستیم به فعل های دیگه تعمیم بدیم، خب نونمون تو روغنه و با هزاران فعل دیگه مشکلی نخواهیم داشت. خب یه سری استثناهایی هم هست که اون اصلا مهم نیستن، استثناها رو میشه در این بین یاد گرفت، ولی اصل اینه که این قاعده رو شما در اینجا یاد بگیرید. این پایانه ها رو دقت کنید. خب حالا دقت بفرمایید، من اینها رو از این حالت رنگی درش میارم. شما گفتید ich wohne، اما کجا؟ in der Schweiz. ببینید زمانی که شما میخواید بگید در سوئیس زندگی میکنید، آرتیکل سوئیس der هست. البته خب دی هست در اینجا شده der. چرا؟ علت داره، بعدا خواهم گفت. du wohnst in Deutschland، در آلمان. ببینید هیچ حرف اضافه‌ای نگرفت، در واقع در اینجا هیچ حرف اضافه‌ای نیست. بعد این تهران، به آلمانی میگیم تهران، نمیگیم تهران. بعد ایران میشه این ایران، USA میشه این den USA، ترکیه in der Türkei. Sie wohnen مثلا auf der Straße، تو خیابون. اینجا شد auf، این نشد. حالا ممکنه حروف دیگه هم بیاد. من الان نمیخوام زیاد وارد این مبحث بشم، چون مبحثش خیلی برای خودش لکسیون ها و فیلم های دیگه رو میطلبه. الان فعلا ما با این فعل کار داریم. حالا این وسط با auf، با این د توکای هم آشنا شدید، بد نیست. با این د شوایتس هم آشنا شدید، بد نیست. ولی ما فعلا با این پایانه ها کار داریم. خیلی دقت کنید، من فعل گهن رو قبلا نوشتم. ich gehe in die Stadt. ما پایانه ای رو قبلا شناختیم، پایانه ای رو میشناسیم در واقع. بعد پایانه ست، گست رو هم میشناسیم، درسته؟ پایانه گیت رو هم میشناسیم
و پایانه‌های دیگر که دیگه رنگی نمی کنم، شما خودتون میبینید در اینجا. اما اگه یادتون باشه حرفای اضافه مختلفی پشت USA، ترکیه، شوئیس، ایران، تهران، دویچلند نشسته بود و شما متوجه شدید مگه مثل زبان پارسی نیست؟ من در ایران زندگی میکنم، من در ترکیه زندگی میکنم، من در سوئیس زندگی میکنم، در آلمان، همش میشه در، ولی در زبان آلمانی اینطور نیست. شما به جای میرید، اینجا هم متفاوته. اگه به شهر میرید شتات، یعنی من میرم به شهر، میشه این دی شتات. اگه به توالت میرید میشه auf die توالته. اگه به سینما برید میشه ins کینو. اگه به بیمارستان برید میشه ins شپیتال. ihr geht ins Schwimmbad به استخر. sie gehen اونا میرن nach Hause اونا میرن به خونه. sie gehen ins Büro شما میرید به دفتر کار. خب هدف ما آشنا شدن با فعل بود. gehen پایانه هاشو دقت کنید. یک فعل دیگه من مثال میگم به عنوان فعل سوم. heißen. خب دیگه این ادامه هاش یعنی پایانه هاش رنگی نمی کنم برای صرفش، فقط می نویسم. ich heiße یعنی اسم من هست، میتونی بگید ich bin. ich heiße هم میتونی بگید ich heiße Maurice. du heißt Miriam. sie es heißt. ببینید heißt du heißt heißt شبیه اومد. heißt مثلا میرین. حالا چه اسمی؟ wir heißen داوید. اونا ihr heißt. چه جالب. du heißt heißt ihr heißt همش یکی شد. ihr heißt مثلا ماری. اونها sie heißen سیمین. sie heißen علی. خب این هم از این فعل. اما دقت بفرمایید یه فعل هایسن رو گفتیم، یه فعل وونن و یه فعل گیهن. خب ما با این ستا آشنا شدیم. اما اگر ما بخوایم از این سه فعل سوال بسازیم، مثلا هایسن میشه نام داشتن. حالا من میخوام یک جمله سوالی بسازم. wie heißen Sie؟ اسم شما چیه؟ میگه ich heiße یا ich bin Mori. پس اینجا وی رو دقت بکنید. یه نکته وی رو دقت بکنید و اینکه جای این دوتا عوض شد. دیگه این در انگلیسی هم داشتیم، چیز به قول معروف سختی نمیتونه باشه. wohnen و کجا، و میشه کجا. wo wohnen Sie؟ بعد اون میگه ich wohne in der Schweiz. من در سوئیس زندگی میکنم. این باید کوچیک نوشته بشه چون فعله. خب wo gehen Sie؟ کجا میرید؟ میگه ich gehe. مدرسه میشه ich gehe in die Schule. ich gehe in die Schule. خب تا اینجا فکر میکنم کافی باشه. شما با wo و با وی آشنا شدید. ما با سه تا فعل آشنا شدیم، با صرف این افعال آشنا شدیم و همچنین با جابجایی فعل و فاعل در جمله پرسشی با و آشنا شدیم و همچنین با چند تا مکانی که حرفای اضافهش رو هم اینجا دیدید. این دی شوله. خب شب و روزتون خوش. شما رو به خدای مهربان می سپارم تا درس نهم.